سلام، من اسمم پانیزه و 9 سالمه. معنی پانیز شکر، شیرینی، هر چیزی که معنی شیرین باشه معنی اسم من هست. من ایرانیم ولی تو انگلیس زندگی میکنم و مامانم از جدام لرستانیان. پس من لرستان خورم آبادیم و من کلاس 5م. میخوام راجع به یه جشنواره تو انگلیس براتون بگم. اسم این جشنواره هالووینه. هالووین حدوداً 1000 ساله که برگزار میشه جشنش و هر سال 31 اکتبر این جشن برگزار میشه. میگن که جادوگرا و روحا اینا، این چیزای ترسناک شبا همیشه تو این جشن میان. نترسین، اینا فقط اینا فقط قصه‌ن. و من میخوام راجع به چند تا برنامه در هالووین براتون بگم. هالووین تو انگلیس خیلی معروفه و 2 روز قبل از هالووین کلی آتش بازی میکنن، فشفشه هوا میکنن. این کارا رو میکنن تا روز هالووین. وقتی که هالووین شد دیگه همه میرن بیرون، چیز میخرن، لباس میخرن، لباسای رنگ و رنگ، خنده‌دار، ترسناک. و وقتی که لباسا رو خریدن میرن درای مردم رو میزنن با ساک و از این چیزا که پر شکلاتشون میکنن. مثل یه ذره شبیه چهارشنبه سوری مامانم که به هم گفته راجع به چهارشنبه سوری ایران. وقتی که بچه ها میرفتن در میزدن، مثل همین هالووین که دارم راجع بهتون حرف زدم. بعد خونه هاشون رو دکوریت میکنن، کدو درست میکنن، چشم میذارن برای کدو، توشو خالی میکنن. بعضی از آدما توی کدو شمع میذارن که مثلا واقعا داره نگاش میکنه. کلی چیزای عجیب غریب. و یه کلمه بچه ها شبا میگن که وقتی که میرن در میزنن میگن تریک تریتینگ. و من میخوام برم لباسای هالووین خودم رو بپوشم و من شما رو میبینم توی یه دقیقه.